سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در ادامه سلسله از دروس حج قرار داریم. درس دیگری که حج برای ما می آموزاند و از سفر حج درس می گیریم و از این اماکن مبارکه و مقدسه‌ای که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق داده و ما را دعوت نموده می گیریم، مسئله تقوا هست. هدف از هر عبادتی تقوا هست. نماز میخوانیم تا متقی بشیم، روزه میگیریم تا متقی بشیم، زکات میدیم تا متقی بشیم، حج میرویم تا متقی بشیم. تقوا در زندگی انسان، در اعمال انسان نقش بسزایی دارد. خود تقوا به معنای خدا ترسی، اوامر الله سبحانه و تعالی را به جاه کردن و از منهیات خود را باز داشتن، این تقوا هست، این خدا ترسی هست. و الله سبحانه و تعالی میخواهد در این سفر مبارک برای حاجی عزیزی که عزم و اراده این سفر مبارک را داره، درس تقوا را و خدا ترسی را یاد بدهد. فإن خیر الزاد التقوا. بهترین توشه در این سفر چیست؟ تقوا هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک زن و مرد، از آدم و حوا شما را خلق کردیم. و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما را گردانیدیم، شما را تقسیم کردیم با قبائل مختلف، بر نژادهای مختلف، بر رنگهای مختلف، با لسانهای مختلف. وقتی شما قبائل مختلف شدید، شعوب و قبائل لتعارفوا، تا همدیگر را بشناسید. حالا کدام قوم، کدام نژاد به نزد الله سبحانه و تعالی ارزش داره؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما به نزد الله سبحانه و تعالی با تقواترین شماست. هر انسانی تقوایش بیشتر بود، به نزد الله بیشتر ارزش داره. ملاک برتری تقوا هست، نه قوم و نه قبیله و نه مقام و نه پست و نه ثروت و نه سرمایه و نه حسب و نه نسب و هیچ چیزی به نزد الله سبحانه و تعالی ارزش نداره و هیچ انسانی نمیتواند به نزد الله بدون تقوا ارزش پیدا کنه. نماز باید نمازی باشه که ما را به تقوا وصل کنه.
روزه باید روزه‌ای باشه که لعلکم تتقون باشه. حج باید حجی باشه که ثمره و نتیجه اش این باشه که شاگردان خود را متقی بگردانه. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی پیرامون تقوا و اهل تقوا و متقین بیان میکنه. حالا این تقوا که اینقدر تأکید شده چون انسان وقتی در دنیا زندگی میکنه و بعد از این دنیا به سرای جاویدان میره، این تقوا سبب فوز و فلاح و رستگاری انسان در دنیا و آخرت میشه. تمام نعمتهای پروردگار عالم برای متقین وعده داده شده. قرآنی که با همه عظمت و بزرگی نازل شده، الله میفرماید ذلک الکتاب لا ریب فیه در ابتدای سوره بقره، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب شکی نیست، هدی للمتقین، این کتاب برای هدایت نازل شده، کسانی که در طلب تقوا باشن قرآن اونها را هدایت میکنه. آیات دیگری که الله سبحانه و تعالی میفرماید پیرامون تقوا و پیرامون متقین و ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان المتقین فی جنات و نعیم، ان للمتقین مفازا حدائق و اعناب. نعمت ها همه برای متقین هست. جنت از آن متقینه، لقای پروردگار از آن متقینه. در عالم برزخ قبر روضة من ریاض الجنه میشه برای متقین. زیر سایه عرش پروردگار عالم در قیامت که هیچ سایه وجود نداره چی کسی استاده میشه؟ متقین. هنگامی که گفته میشه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، گروهی طرف جهنم بروید و گروهی طرف جنت، متقین هستند که راهی جنت الفردوس میشوند، راهی جنت میشوند، راهی بهشت میشوند. پس به این واسطه تقوا ارزش داره که انسان خوشبخت دنیا و آخرت میگردانه. در تقوا فواید زیاد است. الله سبحانه و تعالی فواید تقوا را در دنیا و آخرت بیان میکنه که ثمره تقوا چیست، نتیجه تقوا چیست، فواید تقوا چیست. الله سبحانه و تعالی میفرماید واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. الله اکبر. این را بدان و بفهم، الله همراه کیست؟ همراه متقین. زمانی که تو انسان متقی شدی، پرهیزگار شدید، ترس الله و خشیت الهی در دل پیدا شد، این را بدان و بفهم که الله با او عظمت و بزرگیش تو را همراهی می کند، همراه توست. هیچ ترس نداشته باش. واتقوا الله، بترسید از خدا. واعلموا، بدانید ان الله مع المتقین، الله همراه متقین و به همراه پرهیزگاران هست. فواید تقوا و ثمرات و نتیجه تقوا چیست؟ اینه که الله سبحانه و تعالی می فرماید و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. به مشکل اگر دوچار شدید راه حلش تقوا هست، پرهیزگاری هست. مشکلات را چی چیز حل میکنه؟ ترس از الله سبحانه و تعالی. در عالم برزخ وقتی انسان را در قبر میگذارند تا به حشر و مشکلات زیاد است. اگر انسان از دنیا با گناه و معصیت بدون توبه بدون تقوا وقتی طرف آخرت حرکت بکنه خیلی با مشکلات گوناگونی دوچار میشه. در دنیا هم اگر انسانی که تقوا نداشت تمام زندگیش دوچار مشکلات هست. شما بروید ببینید اشخاصی که در دنیا
بیع و شرایشان به ربا آلوده هست، مسائل خرید و فروششان ربوی هست، به سود هست. زندگی اونها را مطالعه کنید، جستجو کنید. زندگی انسانهای قمارباز و شراب نوش و آنهایی که به زنا و به رشوت و به گناه و معصیت خلاصه عادت دارن و عادت کردن، زندگی اونها را بررسی کنید، ببینید چه وضعیت اسفناک و وضعیت خطرناک دامنگیر اونها شده، چون تقوا را پیشه خود نساختن، ترس الهی را سرمشق زندگی خود نساختن. به اینه که الله میفرماید و من یتق الله یجعل له و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. تقوا هست که مشکلات را برطرف میسازه، تقوا هست که مشکلات دنیا و آخرت انسان را حل میکنه و آسان میسازه. و همچنین از ثمرات و فواید تقوا که حاجی در این سفر حرکت کرده تا متقی بشه. سفر حج یک کورس هست، یک سیمینار هست. وقتی حاجی حرکت میکنه به این فکر که من در این مکتب وقت شامل شدم تا وقت برگشت باید یک انسان متقی و پرهیزگار باشم. از جمله فواید و ثمرات تقوا دیگر چیست؟ انشاءالله متباقی فواید و ثمرات تقوا را بعد از میان برنامه انشاءالله بیان می شود. سال حق گامی در راستای بیداری. مجددا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اثرات و فواید تقوا. تقوا برای انسان علم و دانش و فقاهت میدهد. قرآن میفرماید واتقوا الله و یعلمکم الله. شما از الله بترسید، تقوا را پیشه خود بسازید، الله هست که شما را بینش و دانش میدهد. الله هست که برای شما علم و فقاهت را ارزانی می کند. واتقوا الله و یعلمکم الله. بعد از تقوا ذکر تعلیم هست و او تعلیم هم و او علم و دانش هم از جانب پروردگار عالم. و همچنین از جمله فواید و ثمرات تقوا که انسان متقی شد، پرهیزگار شد، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را از زمره متقین داشته باشد. به اینه که برای انسان بصیرت داده میشه، نه تنها علم ظاهری، نه تنها فقط به این که خواندن و نوشتن و به اینها. الله سبحانه و تعالی برای انسان متقی و پرهیزگار چنان بصیرت میده که این انسان فرق بین حق و باطل را میکنه، فرق بین خوب و بد، فرق بین زیبایی و غیر زیبایی. این به چی وسیله می شود؟ به وسیله بصیرت، به وسیله تقوای الهی که انسان خشیت الهی را در دل پیدا کنه. الله سبحانه و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله. ای اهل ایمان اگر شما تقوا را پیشه خود ساختید چی می شود ثمره و نتیجه؟ یجعل لکم فرقانا. الله سبحانه و تعالی به شما بصیرت میده، شما فرق میکنید بین حق و باطل، بین سخن حق و باطل. خیلی از انسانها در دنیا میبینیم فرق بین حق و باطل را نمیکنن، به باطل روان هستن. یعنی بعضی انسانها به راه روانن که حتی شاید یک حیوان هم به او را نهره. اما انسان چی شده که به طرف این دلالت و گمراهی رفته؟ چون تقوا در زندگیش نیست، خدا ترسی در زندگیش نیست، خدا ترس نشده،
اگر خدا ترس انسان شد، از الله ترسید، خشیت الهی و ترس الهی در دل پیدا شد، چی می شود؟ ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم ذنوبکم. ثمره و نتیجه این که الله گناهان شما را می بخشه. الله گناه و معصیتی که شما انجام داده بودید آنها را کفاره میشه و آنها را از اعمال شما میزداید و دور میکند. از جمله فواید تقوا اینه که اصلاح اعمال و باز هم آمرزش گناهان. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوا را پیشه خود بسازید. ای اهل ایمان، شما وقتی عزم و اراده حج را کردید، در این مدرسه و در این مکتب حج داخل شدید، در این کنفرانس بزرگ امت اسلامی داخل شدید، هدف و نتیجه و ثمره این کنفرانس و این مدرسه اینه که شما را متقی بگردانه. شما تقوا را پیشه خود بسازید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. شما وقتی سخن میگویید سخن راست و واضح و سخن دقیق، سخن شما سخن دقیق باشه، سخن سنجیده باشه. چه کار می شود؟ ثمره و نتیجه تقوا یصلح لكم اعمالکم. الله میگه اعمال شما را ما اصلاح میکنیم. اگر کم و کاستی در اعمال بود الله اصلاح میکنه به وسیله تقوا، به وسیله خدا ترسی. و یصلح لكم اعمالکم و یغفر لكم ذنوبکم، میامرزه گناهان شما را. این ثمره و نتیجه تقوا هست. و همچنین الله سبحانه و تعالی می فرماید تقوا سبب حفظ از شر دشمن، از کید دشمن، از مکر دشمن. دشمن بزرگ شیطان هست. تقوا را پیشه خود ساختید، از شر شیطان حفظ می شوید. الله از شر دشمنان ظاهری و باطنی انسان متقی را حفظ میکنه. میفرماید و ان تصبروا، اگر شما صبر و استقامت را پیشه خود ساختید، در این سفر حج صابر بودید، در اماکن مبارکه و مقدسه اگر از نوعی از انواع اذیت شامل حالت شد صبر کردید، استقامت کردید، در زندگی خود اگر صابر بودید، در مسائل و مصائبی که پیش رو میآید اگر صبر کردید، و این تصبروا و تتقوا، اگر صبر کردید و تقوا را پیشه خود ساختید، لا یضرکم کیدهم شیئا. الله اکبر. صبر و تقوا وقتی در زندگی انسان آمد، دشمن هیچ کار کرده نمیتواند، چون الله همراه متقین هست. الله حامی و پشتیبان متقین هست. پس آیات زیادی داریم که پیرامون تقوا، جایگاه تقوا، فواید تقوا بیان میشه. پس حالا حاجی محترم، خواهر و برادر، عزم و اراده این حج را کردید، وقتی که حرکت میکنید باید متوجه باشید که این سفر تو را متقی بگردانه. در آیات حج در سوره بقره شما ببینید که هدف و حکمت و درسی که از این سفر حاجی میگیره تقوا هست. از این آیات نمایان می شود و از این آیات معلوم می شود. در آیات حج در ابتدای آیه الله سبحانه وتعالی چی می فرماید؟ در وسط این آیات، در انتهای این آیات. خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی در ابتدای آیات حج در سوره مبارکه بقره، در این آیات الله سبحانه و تعالی در ابتدا میفرماید واتقوا الله واعلموا
ان الله شدید العقاب. در ابتدای آیات میگه واتقوا الله، تقوای الهی را پیشه خود سازید، بترسید از الله. بحث از تقوا هست. بعد از این بیان میکنه الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه الله وتزودوا. تا این قسمت ماهای حج ماهای معلومی هست. در این سفر باید کار فسق و فجور و کار ناروا و همچنین مسائل زناشویی و در این قسمت این مسائل وقتی بیان میشه بعد میگه تزودو، شما زاد و راحله بردارید. در وسط میفرماید و تزودو فان خیر الزاد التقوا. در ابتدای آیه بحث از تقوا، در وسط آیات باز هم بحث از تقوا هست. در اخیر این آیات الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و میفرمایه واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. بترسید از خدا و بدانید که همان شما به سوی پروردگار عالم حشر میشوید. تقوا را پیشه خود بسازید. نکته ظریفی که در اینجا هست اینه که الله میفرمایه واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. ای کسی که امروز تو به سرزمین عرفات داخل شدی و عرفات نمونه از نمونه های آخرت هست و تو را به یاد آخرت می اندازد، متوجه باشید تقوا را پیشه خود بسازید. همانطوری که این سفر نیاز به زاد و راحله داره، متوجه باشید که توشه آخرت تقوا هست و روزی به پیشگاه الله سبحانه و تعالی حشر می شوید. پس تقوا در زندگی انسان، در حیات انسان، در اعمال انسان، در تمام عرصه ها نقش مهم و اساسی را دارد. پروردگار عالم همه ما را جز متقین بگرداند. الله توفیق بدهد که اعمال عبادی که انجام میدیم چنان خالصانه و مخلصانه انجام بدیم که این اعمال سبب بشه تا ما را متقی و پرهیزگار، تا اینکه در قلب ما خشیت الهی پیدا بشه. وقتی متقی شدیم و پرهیزگار شدیم، آنگاه بنده خاص الله سبحانه و تعالی میشیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که دوستان خدا هیچ ترس و هراسی ندارن و هیچ بیمی برای اونها نیست. دوستان خدا چه کسانی هستند؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، آنهایی که به الله ایمان آوردن و تقوا را پیشه خود ساختن. پروردگار عالم بر همه حجاج عزیز ما توفیق بده که از این مدرسه بزرگ و از این کنفرانس عظیم، از این سفر مبارک درس تقوا و خدا ترسی و خداجویی را درست و صحیح بیاموزند. تا برنامه بعد همه شما عزیزان را به الله سبحانه و تعالی می سپارم. شاد و موفق و سرفراز و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.